فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اون انسانی که خداوند سینه که به سوی اسلام باز کرد کشاد، اون آدم با برابر است با اون انسانی که سینه به طرف اسلام کشاده شدگی نیست و آن روشنایی نور معرفت و هدایت در دلش وجود ندارد و اون انسانی که دارای معرفت و دارای اون هدایت و معرفت است و اون برابر نیست. پس وای بر اون انسانهایی که دلشون سخت است، دلشون افسرده است، دلشون تیره است، یاد خداوند بر دلهایشان تأثیر نمی‌کند. یعنی از همین جهت خداوند میگه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما. ای کسانی که شما به ایمان آوردید و خدا را بنویسید، خدای یاد کنید، یاد کردن بسیار و خدای بخشاکی یاد کنید پگاه و بیگاه. یعنی خداوند آن ذاتی است که شما را بیرون می‌کند، یعنی هو الذی یصلی علیکم، ذاتی که خداوند کسی ذاتی است که رحمت می‌فرستاند برای شما و فرشتگان خداوند برای شما خدا طلب بخشایش می‌کنند، طلب رحمت می‌کنند. خداوند با شما بیرون کند از تاریکی به سوی روشنایی، یعنی همیشه از تاریکی، ناآگاهی، از ظلمت جهالت، غفلت، یعنی از این که شما وقتی که انسان توی از رابطه علاقه از خدا کنده شد، یعنی میشد مانند یک بهیمه که تمام هدف زندگی، تمام مقصد زندگی خوردن، پختن، شهوانی، یعنی همه حیوانات همین چیز دارند، یعنی به گونه دیگر، به شکل دیگر تمام هدفش در زندگی، تمام تلاش حیوان در زندگی برای دریافتن همین چیز است، برای خوردن و نوشیدن و پختن و شهوانی. یعنی انسان هم که از خدا جدا شد، اگر چند یک به نمود شکل دیگر باشد، تمامی همون یعنی هست و بودش یعنی همون است دیگر، همون دانش و معرفتش هم پوچ است. حضرت مولوی جان میگن کچی دانش بود در آن سینه، کچی دانش بود در آن سینه که بود جای شهوت و کینه، گر بود دانش دیگر کم است، گر بود دانش دیگر کم است چون که از بحر قلب یا شکم است. اگر اون دانش هم داشته باشن انسان و فضیلت نیست برای که همون دانشش خلاصی دانشش، هدفی دانشش اون است که مثلا گریم با همون خواسته شکمش است، خواسته فرجش برآورده کنه. یک حیوان تلاش حرکتش برای همون دریافتن همون چیزی که فرجش میخواهد، شکمش میخواهد، تلاشش برای همون است. یعنی معرفت دانش اینا همیست است که مثلا گریم اینا روانه میکند برای دریافتن همون چیزی که خانه میکند، شهوتش است، اون رغبتی همون شکمش است. یعنی از حیوان هیچ کمی ندارد، هیچ برتری ندارد، هیچ فضیلت ندارد. یعنی برای همون وقتی شما که آگاهی از خدا میشید، یاد میکنید خدای که خدا شما از ظلمت و ناآگاهی بیرون میکند و سوی روشنایی میبرد، شما یعنی از محدودی بهیمی و حیوانی بر جهان انسانی میگذارید، از مثال زندگانی ناآگاهانه و ظلمت و سوی روشنی میگذارید. یعنی شما حیاتی راستی ندر میادید. یا اصلا گریم چون خداوند میگه افمن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. یعنی آیا اون انسانی که ما باید مرده بود، ما باید زنده کردیم و برای وی روشنایی دادیم. یعنی وقتی که روشنایی در وی نبود، چراغش خاموش شدگی بود، چراغش مردگی بود، دلش افسرده بود، دلش مردگی بود. ولی بدنش زنده بود، مانند بدن دیگر حیوان ها، مانند دیگر حیوان ها میخورد، مینوشید، خوب میرفت،
شهوانی میکرد، اما اون زندگی مناسب برای انسان در وی نبود. اون انسانی که ما دلش بیدار کردیم، دلش به نور هدایت و روشنایی در دلش دادیم، هر وقت زندگی واقعا انسانوار برای وی روزی کردیم، زندگی برای انسان مناسب برای وی دادیم، باید با همون روشنایی و آگاهی و شناخت خداوند زندگی میکنند، در بین مردم میگردند و برابر همون انسانی که این درک نداره، آگاهی ندارد، علاقه و پیوستگی با خدای ندارد، شناسایی ندارد به خدا، یعنی در یک تاریکی بهیمی و حیوانی فرو رفته، همچه حیوان زندگی میکنه، اینها هیچ وقت قابل مقایسه نیستند. این انسانی هدایت یافته و آگاه با اون انسان در وحدت فرو رفته البته برابر نیستند. یعنی برای خاطر از این تاریکی، از این ظلمت، یعنی بیرون شدن به سوی هدایت، یک چیزی که خدا ما به همون فرمایش میکرد که ما به همون کردن از ظلمت بیرون میکنند به سوی روشنایی میکنند، همین است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، این کسانی که ایمان آوردند برای از تاریکی خلاص شدن به سوی روشنایی رفتن، خدای بسیار یاد کنید، یاد کردن بر زیاد، یعنی یاد کردن بر زیاد خداوند در جاهای دیگری از قرآن برای ما بیان میکند. یعنی میگه که انسانهای خردمندی که از نشانه‌های الهی بهره یاب میشن، انسانهایی هستند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی انسانهایی که در حالتی که راستا ایستادن خدا یاد میکنند، زبانشون یاد خدا میکنند، دلهایشون یاد خدا میکنند. اونایی که در حالت راستا بودن یاد میکنند خدایا، در حالت نشسته بودن یاد میکنند خدایا، در حالتی با پهلو خفتن یاد میکنند خدایا، یعنی از خداوند غافل نمیشن. یعنی اون انسانها هستند که از نشانه‌های الهی بهره یاب میشن. و برای همین قرآن میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. شما نباشید مانند کسانی که وقتی که خدا یاد کردن چراغ درونی آنها بود، اون نوری درونی آنها یعنی دلهایشون خیره و افسرده شد، یعنی خودشون را فراموش کردن، دیگر خودشون را نشناختن، همین که حساب کردن که اونها یک حیوانی هستند که تنها زندگی و مقصد و هدف اونها خوردن، ساختن، شهوانی، مقصد و هدف زندگی اونها به همین باشد. یعنی وقتی که انسان که تمام فکر و اندیشه و تلاش کرده همیشه و دیگه انسان خودش فراموش کرده، خودش گم کرده، خودش همیشه یک مانند یک حیوان حساب کرده. اون زندگی راستین از نظر غایب شده، چراغ از مرده، مانند چراغ که روشناییش خاموش میشه، دیگر و یک چیزی نادرکار میشه، چراغ هم خاموش میشه، چراغ میمونه، ارزشش گم میکنه، زندگیش گم میکنه، اون میگن چراغ مرد، شم مرد. یعنی انسان هست که همون چراغ از مرد و این بدنش زنده آمده و در واقع در حقیقت و مرد. برای همین یعنی خداوند میگه که برای اینکه همون چراغ شما در گران باشد، شما باید که از خدا غافل نشید، خدای یاد کنید. یعنی همون یاد کردن خداوند چراغ شما روشن می‌دارد، چراغ شما زنده می‌دارد که همون دل‌های شما هستند که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرام می‌گیرند، دل‌ها رضا می‌گیرند، دل‌ها روشن میشن. یعنی همین چیزا باید که از وجودتون تلاش کنید دور نشید. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. باید کسانی که ایمان آوردید و خدا گرویدید، شناختید پیامبر خدای ایمان آوردید، شما مالتان، فرزندتان و دیگر مشغولیت‌های دنیای شما از خدا غافل نکنند. این مومن‌ها میگن، ولی کافران این مومن‌ها میگن که شما مومن‌ها مالتان و فرزندتان و این چیزها شما به خودش سرگرم کرده
از خدا غافل و بیخبر نکند. کسانی که همیشه مسئولیت‌های دنیا، مال و مقام، فرزند اینها، یعنی اون انسان‌هایی که اونهای از خدا بیخبر میکنند، غافل میکنند، از یاد خدا دور میکنند، اونها انسان‌های زیانکارند. یعنی چونکه اون انسانی که دیگر زندگیش برای خدا نشد، اون انسانی که طرف خدا حرکت ندارد، این انسان در دنیا گرفتار زیانکاری هست. این علیه هستی که انسان تفکر اندیشه میکنه چون قرآن میاد الله بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر انسان در زیانکاری است. قسم به نماز عصر نماز قسم به زمان، یعنی خدا قسم میخورد برای این حقیقت برای ما بیان کردن و باید به این چی متوجه کردن، باید تکان دادن. میگوید که انسان به دنیا میبید خردمندانه نظر کند و در گرفتار زیانکاری هست. یعنی این انسانی که به خدا ایمان دارد و باور دارد بیان میتوان درک کند. اون انسانی که به خدا باور ندارد این حقیقت روشن درک کردن میتوان. ارادش کارفرما، ارادش شعورش انسان کارفرما، انسان بی ایمان که در همین دنیا که زندگی میکند باید به طرف زیانکاری، به طرف ناکامی، به طرف بدبختی رفتار درک میکند. چونکه میگه آمدن در همین دنیا زندگی میکند، هر روز از همین میخورد، مینوشد، در برابر همین خوردن و نوشیدنش عمر عزیزش صرف میکند، حیاتش صرف میکند. که اون یک لحظه از زندگی از همه خوردن ها و نوشیدن ها و نعمت های دنیا یک لحظه از حیات انسان برای انسان عزیزتر و فراتر بهتر است. یعنی همون حیات عزیزشه، همون جانشه، همون چیزی خرج میکند، شاملتر میخورد، میپوشد. یعنی چیزهایی که ارزش این زندگی داشته باشند همه که چیزهای به دست نمیارد. یعنی در زندگی در زندگی گرفتار زیانکاری شده. و برای قرآن میاد الله والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. و کسانی که خدایی که نشناختند، از خدا بیگانه شدند، از خدا دور شدند، نیاز کنند که خردمندانه زندگی همون کافرها خودشون دست می‌کنند که مانند اون کسی که خراب می‌بیند خیال خواب می‌کند. یعنی جا همون بعضی وقتهای هوای گرم و بالای هوای اصغر صحرا و برای آب می‌نماد از یک حضرات بلندی هوا، یعنی آدم برای آب باشه همون یعنی خراب خیال خواب می‌کند برای خاطر رسیدن بر مقصد است، برای خاطر شکستن تکلگیش، مرادش برسیدن تلاش میکنه، حرکت میکنه، دلخواه میکنه. وقتی که میگوید میبیند که باید خراب کنه، هیچ آب نبوده. یعنی این خراب میکنه، زندگی میکنه، دلخواه میکنه. وقتی حیاتش به آخر میرسد میبیند که عمر عزیز خرج کرده، عمر عزیزش داده. یعنی دیدد که هیچ چیزی نیست و کف نآورد، هیچ چیز. همه اون مثلا جمال و زیباییش و سراوت و قوتش و همه اون چیزهایش خرج کرد، همه این چیزهایش داد. یعنی داد و دیگر میبینه که هیچ چیزی به دست نآورد، هیچ چیز. یعنی همینطور وقتی که انسان در دنیا آمده است و زندگی میکند خیرت شعورش کارفرما، یعنی گرفتار زیانکاری است. پس خداوندی که انسانش آفریده، اون انسان خداوندی که آگاه هستش آفریده است انسان، همون آفریدگار انسان راه خلاص شدن از زیانکاری برای ما نشان می‌دهد، راه خلاصی از زیانکاری برای ما نشان می‌دهد که الا الذین آمنوا، مگر کسانی که خدای شناختند و خدا گرویدند، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که عملهای شایسته کردند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگر را وصیت کردند، یعنی با صبر کردن در راه خداوند، در راه خدا بودن، با خدا بودن، همدیگر را وصیت کردن، نصیحت کردن، خودشان کردن، در حق بودن، با حق بودن، دستگیر حق بودن، طرفدار حق بودن. یعنی اون انسان‌هایی که به طریق خدا تعالی حرکت کردن اونها زیانکار نیستند. برای اون چیزی که برای خداوند است، خداوند که اول واقع است، یعنی خداوند که واقع است در برابر اون چیزی که از ما میرد،
عوضی بهتر و خوبتر میکرد پاداش همه میتون دادن دیگر هیچ کس توانی دادن عوض و پاداش در برابر زندگی ما ندارد. برای قرآن میگه ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. برای خداوند خریدد گرفتند از مؤمنها مالشان و جانشان در اختیار خدا گذاشتند. این خداوند است آنها میگیرد لیکن اونها از روی شناخت خداوند و دوست داشتن خداوند یعنی زندگانیشان رو برای خدا خرج میکنند. یعنی همه چیزی که دارن میزان اذان خدا رو برای خدا خرج میکنند، برای خدا خرج میکنند. یعنی خداوند گرفت از اونها مال و جانشان در برابر این چیزی ناچیز برای اونها یعنی زندگانی همیشگی لهم الجنه که جنت این مثل مکافات بزرگ الهی نعمتی بی‌زوال نعمتی بی‌فساد بی‌زوال حیات همیشگی سعادت جاودانی برای خداوند حاضر می‌کنه. اون کسانی که با خدا باشند طرف خدا علاقه دارند از این خسارت از این زیانکاری خلاص میشن. اما انسان‌هایی که از خدا بی‌خبر ماندن غافل و خودشون از خدا دور هستند زندگانیشان بیهوده صرف میکنند گرفتار ناکامی زیانکاری هستند. یعنی همین راهیتی خلاصی از زیانکاری ناکامیت با همین جا بیان میکند. یعنی خدای بسیار یاد کنید یعنی بسیار خدا یاد کنید. شما دیگر مسئولیت‌های دیگر از یاد کردن خدا غافل نکند. یعنی واقعا ما مسلمان‌ها گرفتار غفلت یا خدا مسلمان‌های نمی‌تونیم مسلمان‌ها یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم عن ذکر الله مسلمان‌ها مال شما و دارایی شما و دیگر مسئولیت‌های شما از یاد خدا غافل نکنند. کسانی که اینها یاد خدا غافل شدن می‌کنند دیگر مسئولیت‌ها اونها زیانکارند. و حتی که انسانی که مثلا این مسئولیت‌های دینی به از خدا غافل می‌کنند باید زیانکار است. مسئولیت‌های دینی دارند که از خدا بی‌خبر می‌مانند. یعنی باید گرفتار زیانکاری یعنی غفلتی از خدا انسان رو می‌کند در دنیا بیگانه می‌کند. خدا عملگاه برای خدا نمیشه، تلاش برای خدا نمیشه. برای همین شما از خدا غافل نکنید که اونهایی که مثل گرفتار غفلت شدن از خدا غافل شدن اونها یعنی زندگانشون عبث بیهوده میرن. برای همین یعنی خدای یاد کنید اونایی خدای وقتا یاد میکنن شستگی یاد میکنن. یعنی خدا میگه که اون وقتی فارغ برای انسان مومن یعنی با دنیا میاد و میخواد کار خوب کند عملی شایسته کند یعنی اجر و پاداش یابد نزد خدا پسندیده شود. یعنی همیشه فرصت است برای انسان جهت عمل کردن همیشه. برای همین وقتی که انسان راستا حق میتواد که یک عملی پسندیده نزد خدا کنه شستگی میتواد در فعل و فارغی باشد میتواد که هم پیامبر علیه السلام حدیث‌های زیادی و درباره برتری و بزرگی از همه انواع دیگر آنها گفتند. و خداوند در قرآن کریم میگوید که استغفرالله نظرم این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. یعنی ذکر خدا از همه اعمالها فراتر و برتر است. یعنی همون نمازی که ما می‌گذاریم این یاد خداوند است. و اقیموا الصلاة لذکری یعنی خدا میگه نماز برای یاد من برپا داره برای اینکه انسان یک حالت بسیار معتبر در یاد خدا میشه. یعنی فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. و سوره جمعه میگه معنای آن ندارد که بعدی نماز جمعه تنها انسان گذارد نماز جمعه بعدا برای امور زندگیش حرکت کند تلاش کند و خدای بسیار یاد کند کامیاب شود. یعنی بعد هر یک نماز بعد نماز عصر شامل گفتن یعنی وقتی شما نماز میگذارید باید که شما آگاه‌تر کند. یعنی باید که شما غفلت از امور شما برطرف کند شما به خدا نزدیکتر کند و خدا شما شناساتر کند خدای شما یاد می‌کرده‌تر شوید. یعنی شما میشه که مسئولیت‌های دیگر شما همون آگاهی‌تان را کند می‌کنند. وقتی که نماز میخوانید نمازه با همون نیرو می‌گیرید با خدا مشغول میشید یاد خدا کنید دیگر کارهای
امور زندگی رو مشغول بشه. یعنی خدای همیشه یاد کنید میره خداوند. برای پیامبر علیه السلام لیس شیئا جامع عذاب الله من ذکر الله. یعنی فرمی که هیچ چیزی با اندازه اون که یاد خدا انسان از عذاب خدا نجات میده، هیچ چیزی به اندازه یاد خدا انسان از عذاب خدا نجات میده. پیامبر علیه السلام میگن جهادی در راه خدا چیست؟ پیامبر علیه السلام میگن اون انسانی که تمام مال و جان هست خودش قربان میکنه، اصلا گریه از های فراتر از اونه که مثلا آگاه هست و یاد خدا میکنه. یعنی همون یاد در راه خدا جهادم که از بین یاد خدا دور نشد، باید دیگر ارزش رو میکنه. چقدر در چه عمل که یاد خدا هست، همون قدر همون عمل ارزش دارد. برای خدا مسلمان در حق و طاعت وزنینی در حال جهاد میگن فإذا لقيتم فئة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقتی شما در همون معرکه در حالت وزنینی خطر حاضر بکر تشویش وقتی در همین جاها میباشید، شما خدای بسیار یاد کنید که همون یاد کردن بسیار یاد کردن شما خدای یاد کردنتون شما با خدا نزدیک میکنه. شما تو یاری خدا برای شما میرسه. با شما که در دنیا میگن فیضا خودیت صلات خمس شروع کنن وقته من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی مشهور شد برای دریافتن اون مقصدهاتون، برای زندگی دنیاتون تلاش حرکت کنید. خدای بسیار یاد کنید که خدا در دنیا شما کامیاب کند، شما سعادتمند کند، اون زندگی خوب برای شما روزی کند. خدای بسیار یاد کنید. برای همین که همیشه در سخنان پیامبر علیه السلام برای چی میگم؟ برای این میگم که انسانی که ایمان دارد میداند که پیامبر علیه السلام یعنی سخن از نزد خودش آمده گفتند این رسول خداوند است. وقتی که این سخن خداوند رسول خداوند است، انسان جهازی با اون که باش شناسایی پیدا میکند، گوش میشه، همت انسان بیدار میکند، همت انسان برمیانگیزد. انسان هر باری که شود زیادتر برای ما جواب میکند. انسانی که اندیشه نمیکند و هیچی نگاه نمیکند، همتش کاسته میشه، غفلت به گرفتار میشه. یعنی میشنه در معرکه ها، یعنی وقتی که اون غیبت میکنه، یکون گپایی که در کار نیست میگون، یکون وقتی که مثلا فرصت هست دیگر خدای یاد نمیکنه، تمام دیگر همه وقت در غفلت و ناظری حتی در باره صبرها افتادن قلب جای بیدار شدن آگاه شدن بخور آمدن، یعنی واقعا نگاه میکنید در باره صبرها میکنن با هم سربر میکنن در باره که چیزها یکم مایده آگاهی پیدا نمیشه که خدای یاد کنن. یعنی همون جو بخود جون که ما از این دنیا میگذاریم، همون سرکان رو روشن کنیم، همون از خدا بهره‌مند شویم، خدای یاد کنیم، تفاهم نمیکنن. یعنی اون قدر غفلت همیشه فرا گرفته می‌باید. از این غفلت با انسان خواست می‌کنیم با یاد خدا. همون انسان خردمند با شعور، انسان خرد دارد، شعور دارد. وقتی گفتی خدای می‌بیند، گفتی پیامبر می‌بیند، اجر و پاداش بزرگ این عمل می‌بیند. می‌بیند که خدا وعده کرد که پاداش زیاد دارد، اجر زیاد دارد. حتی پیامبر علیه السلام می‌گوید الذاکرون الغافلین کالحی بین الاموات. اون کسی که در بین یک انسان‌هایی که از خدا غافل و خدا یاد می‌کند، مانند است که یک زنده در بین مرده‌ها شد. یک زنده در بین مرده‌ها می‌باشد. در بین مردگی‌ها در بین یک زنده است که خدا یاد می‌کند. یا پیامبر علیه السلام می‌گوید مانند یک شاخ سبزی که در زمین شاخه‌های خشک است، اونها خشک شده یا آب حیات راستی در رگ‌های آنها در دل‌های آنها جاری نیست. یعنی از اون زندگی راستی دور شده خشک است. یعنی مانند یک زندگی در بین مرده‌ها، مانند یک شاخ سبز و بارآور که در بین شاخه‌های خشک است. یعنی خداوند در قرآن برای ما میگوید، مثلا با صراحت و روشنی میگوید که انسان‌ها باید که همیشه مشغول با یاد خدا باشند در همه حالت. این است که خدا در آیات‌های زیادی میگوید، چون که مقصد بریم پیامبر علیه السلام که برای ما روشن‌تر اینقدر تاکید کردن برای همین که غفلت از وجود ما برطرف شود.
آدمی که هم همون افکار پیامبر علیه السلام که از این نقطه‌های پیامبر مخابر بودن برای چیزی که آن خلاف میکردن حضرت ابو هریره یعنی همیشه روایت است که یک دیگه گرفته پیشتر اون دانه‌ها رو بود که تصفیه کنن اون وقت کم بود این چیزا که بردیار شد همینطور یک رشته کمان گرفته 1000 تا گریه کردن 1000 تا گریه کردن با جای همون حقان با جای بین همون دانه ها گریه کردن 1000 گریه کردن هر شب 12000 بار ذکر میکنن 12000 بار من چی ذکر میکنن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير درود سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يعني 12000 بار هر شب ذکر میکنن اون انسان‌هایی که خدا خود یعنی همین برای خاطر اینم چیزهایی که انسان را آگاه میکنن بطور ذکر را میکنن همون چیزها انسان تلاش کنه چند زنه حتی پیامبر علیه السلام میگن که از همه همنشین خوب برای تو بهترین همنشین برای تو همون کسی است که وقتی با وجه خدای یاد میکنی آدمی که با وجه خدای یاد میکنی تلاش کن با وجه خدای کنی اول همنشین خوب تو هست بدترین همنشین برای تو بدترین همنشین برای تو همون کسی که با وجه خدا حاصل میشی خدا از خاطرت نمیباره یعنی بدترین همنشین کسی که با وجه خدای فراموش میکنی بهترین همنشین کسی که با وجه خدای یاد میکنی یعنی برای این اصلا مثال حضرت امام شافعی نقل میکنند یا که برای اینم بعضی بزرگ‌ها برای دیگرها نصرت کردن دیگرها آگاه کردن میگن که درستشون میزنه زمان اوستا میگن که لحظه بسیار نجنبانه که نبرمد میگن ولی که از یاد کردن خدا مانه از جنیدن بیان خدا زمانی که منظر میکنند و گریده گریده شد بهتره یعنی در مواقعی که درود شما میزنن میگن که حیاتم نفتان نجمه گریده شد بهتر از ولی که باید خدا نمیجمه یعنی اصلا همون ذکری که میشه یعنی باید نمیشه بکر به زبان انسان اما حرفا همون چیز صادر شود حتی بعضی آدم نماز میخونن مشاهده میکنیم همین که ناآگاه شدن یعنی نماز میخونن همون دهنش بستگی میشتن در خفیان دهنش بستگی میبرد و این نمیدونی چی میخونه من دهنش بستگی نمیدونی باید همون عادت شده خودش در کار نمیره یعنی اینقدر خستگی قرائت که مطلب ما همین قدر است که انسان همون حرفها همین پیشانتونش شنه تو که نشخص فقط اسلامیه برای همون ذکر همین که ذکر بود که همین ذکر بود با زبانه تلاش کند که تاثیر همون ذکر بردیرک رود یعنی برای اینکه بردیرک تاثیر ذکر رود فکر کند یعنی ذکر به اندیشه نکند وقتی ذکر گفتن میگرد اندیشه میکند ذکر گفتن میگرد همون حلاوتش تاثیرش بردیرک میرسد یعنی دلت روشن میشه دلت از راه بهره‌مند میشه دلت آرام میگیره وقتی هیچ فکرش خیالش که جمع نکرد و همطور جمع نگرفت یعنی با از راه بهره‌مند نمیشه دیگر سخت میشه با ذکر ذوق و شوق و دادن ادب ذکر ذوق و شوق و برانگیختن ذکر ذوق و شوق و دادن ادب کاری جان است این کاری کامل است یعنی این زبان برای اینکه همه اصلاف انسان که گفتن گرفت همون دلش تک کرد اندیشه کرد گفتن گرفت همون دلش بیدار میشه و فکر اگر فاصل شود را ذکر کن ذکر اگر فاصل شود را فکر کن ذکر آرد ذکر را در اجتماع ذکر را کوشیدیم از خدا ساز یعنی ذکر را که فکر را که کوتاهی کرد ذکر کن ذکر را که کوتاهی کرد فکر کن از فکر و ذکر برمشه از بهرام شد چونکه ذکر که انسان آگاهانه ذکر میکنه آگاهانه خدا یاد میکنه انسان خیردش روشن میکنه یعنی همون خیرد انسان مانند یکی که شخص شده است و یک هست وقتی آفتاب بر من میرسه روشنهای آفتاب آب میکن میبدازه همون خیرد انسان واسه یاد کردن خداوند باز میشه
دلی انسان کشاده میشد، خرد انسان کشاده میشد. یک درک و فهم و معرفت خداوند برای انسان میشد که نه از موعظه میتونه یافتن، نه از کتاب یافتن میشد. در یک خدام که انسان ذکر و تصویر دارد، نسبت یک گمان بد میکند، به جای گمان نیک کند، به جای که انسان خدا یاد میکند، انسانی با خیر بودد. یعنی همین که خدا یاد کنید که آدم‌های اهل نفاق ممکن یه آدم بزرگ ریاکار است، نشان میشن خودش خدا گویده. یعنی شما فرمای را نداشته باشید که شما ریاکار میگن یا شما چی میگن، شما خدایان میشن، شما بهی خیلان بهی نیران شیطان از یاد کردن شما دور ندارد. بعضا میشن در شما این ترکیب میکنن که تو تطبیق بدید، تو خدا یاد کنید، انا آدم میگن که ریاکار بودن. همین خودش همین مثلا آدم ها ریاکار نبوده و خودش ریاکاری همیشه که من مثلا احتیاج کنم که مردم ریاکار هم دارم. وقتی همچی ببینید خودش واقعا خودش ریاکاری هست. یعنی باید بود که من سلامت و مردم فرمان نباشد ریاکار میکن نمیکن، یعنی باید که مردم باشد باید خداوند از یاد خداوند باقی نشد، لحظات زندگیش بیهوده نگذارد. حتی در درون مسجد آدم‌ها می‌بینن، در درون مسجد همچه خدا یاد نمی‌کنه. یعنی واقعا می‌بینیم همچه واقعی همچه اون چیزی گوشترین دیگر می‌بینیم. یعنی تلاش کردن در صورت این بهترین نعمت است. عجز زیاد دارد، رضای دل انسان است. حتی همه این تیمیه شاگردهاش می‌گن که با عرض بسیار ذکر می‌گوید. اون آدم در مرکوب در تعلیم بسیار ذکر می‌گوید و بسیار ذکر می‌گوید. اون آدم می‌گوید که می‌بینم همین ذکر همین که درک می‌کنم، حس می‌کنم که دل من واقعا همین ذکر خواب است. همین مالی که از دل اون بیرون وقتی می‌مرد. من همین حس می‌کنم که همین ذکر دلم بیرون شد می‌مرد. دلم خسته می‌شد، دلم تیره می‌شد، دلم غافل می‌شد، دلم می‌مرد دلم. برای دلم نمرد این من درد می‌کنم دلم. آشوری عزیز بیدید میگن که ارزنده گوهر بکف دل فتاده است، ارزنده گوهر بکف دل فتاده است، می‌لرزد نفس که مبادا رود کرد. یعنی همون دل که گوهری قیمت‌ها قیمتی جوهری قیمتی خدا دوستش می‌دارد، خدا بر وی نظر می‌کند، خدا به خریدارد. همین که گوهرش دانستن می‌ترسم که همین گوهر خیره نشد از دستم نبرود، احتیاط می‌کند. نگاه آدم که مثلا می‌بینم که همین گوهر خیره میشه، همین ماهی نمرد. برای همین کلاس می‌کنم که نمرد. انسان که دلش افسرده شد، خیره شد، دلش مرد و حس نمی‌کند. به ذکر و به ذکر و دیگر مثلا بریم همون تاثیر رسانی شیاطین چین نه حس نمی‌کند که شیطان دلش رو تاثیر می‌کند. خداوند میگه که اصلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. یعنی اونهایی که از یاد خداوند غافل شدن، از یاد خدا، از اون حلقه حمایت الهی، از حلقه یاد خداوند که بیرون غلطیدن در دست شیطان می‌افتند. یعنی شیطان می‌تواند دیگر به آنها مسلط شود، می‌تواند اونها بطری ضلالت، بطری غفلت، بطری حسارت کشد. یعنی چونکه از اون جایگاه هم بیرون پرداخت می‌کند. یعنی برای شیطان مسلط می‌شد، همون ظلمت و تیرگی و نابخواهی و گرفتن می‌گیرد. وقت یاد می‌کند که برای درست یافتن، یاد می‌کند که در دنیا و سعادتمند کامیاب است. یعنی همینطور غفلتی از یاد خداوند انسان به هلاکت می‌برد. برای همین یعنی خوشبختی دنیا و آخرت است، یعنی یاد خداوند برای انسان می‌رساند. خوشبختی از بهترین و گواراترین نعمت الهی با خدا بودن است. یعنی بهترین کمال و بزرگی برای انسان با خدا بودن است. گواراترین چیز در زندگی یعنی یاد خدا. برای همین ابن قیم جوزیان گذشته در دنیا خداوند میگه یک همین جنت که آفریده در دنیا جنت کردی حتی دنیا همون جنت نداره دیگر اون جنتی خدا بعد کردن اون جنت میره. آدمی که دنیا این جنت نداره اون جنت نمیره. یعنی همون جنتی یاد خداوند. دل انسان که بردم این جنت داره دیگر شاده میشه. خدا محبت و توجه و تلاشش بطور خدا میشه. خدا برایش از همه چیز گوارا میشه. از همه چیز طلب از هدف از خدا میشه. و برای حضرت مولانا میگن گر کوری یک بار از مکونی نور
خواب ریزی بستر ایمان نیستنی اگر توی یک بار نوری یاد خداوند در دلت درآمد نوری شناسایی خداوند در دلت درآمد تو دیگر برای نان تنور از اون نور خرفی اون مردن نکنی یعنی از اون نان تنور میگذاری و از اون نور نمیگذاری این معنی اون نداره که یعنی انسان دیگر خوردن فرق میکنه چونکه پیامبران میخوردن خداوند میگه از زمان بعضی انسانهای نواگاهی که مشتری پیامبران شدن میگه که مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق های پیامبر مکشفه میخورد طعام بازار میگردد یعنی این چی میدارد رنگ ما آدم است یعنی بخاطر که اون چیزی که در میهاد اونها است از معرفت و آگاهی و محبت و علاقه با خداوند و قرب خداوند بیخبر است انبیا را هم خود پنداشتند همسری با اولیا هم داشتند پیامبران برای خودش میزند ولی خدا را رنگ خودش میزند یعنی اون شما میزند همه خبیثاتش و همون چیزی این ندارد وجود یک بهیمیت یعنی برای همین معنای اون ندارد که کار کند خوردن نه که برای خاطر ما حیات مادی دنیا و برای آرایشات دنیا و برای دنیای ناچیز از خدا اون نمیگردد از خدا نمیگردد ما برای اون وقتی در دل حضرت بلال که یاد خدا جوش میزد یعنی جوش میزد اون قدر زحمات و رنجهای برای خدا متعلق میکنن برای خدا لذت میبردن و میدونن دیگر خود قدر تحت شکنجه و تحت عذابند یعنی عذاب شکنجه در مقابل لذت گوارایی که برای کس میرسید هیچی بود اون لذتی که برای خود میرسید در دلتون اون عذاب و شکنجه ناچیز مینمود غرض که اون لذت بودند برای این بازی بود در شکنجه میده احد میستند یعنی احد میستند یعنی برای همون خدا انسان که همون آگاهی همون خداشناسی واقعی یاد کردن خداوند در حضورش پیدا کنه تلاش کنه هم فرصتی که هست همون فرصت بیهوده خرج نکنه یعنی یاد کنه خداوند وقتی اون گفته‌های پیامبر که انسان میشناسد باید جدا به این توجه کنه چون پیامبر علیه السلام در حدیث صحیح میگن که هل ادلکم علی هل أنبئكم بخير أعمالكم هل أنبئكم بخير أعمالكم وأبقاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب والغرق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم یعنی پیامبر علیه السلام گفتن که ما شما خبر کردیم که بهترین عمل شما چیه اون عملی که شما با خدا نزدیک میکند منزلت شما در نزد خدا بلند میکند از اون عملی پاکیزه‌ترین شما در نزد ملائکتان اون عملی که از دادن سزا و مکافات برای شما بهتر است اون عملی که برای شما از اون که روید در معرکه ها علیه دشمنان شما جنگ کنید شما زنی سری و ملی سری شما از زنان چیزی از اون برتری دارد چیز است مثال که امارستان آره گفتن که ذکر الله یاد خداوند چون که اگر یاد خداوند که از جامعه گذشته شد دور شد و همین اعمال دروغ میشن یاد هم دروغ میشه همین معروف هم دروغ میشه همه چیز روحش گم میکنه جانش گم میکنه عقیدتش گم میکنه همه چیز پوچ میشه بی‌ارزش میشه یاد خدا که گذشت برای همین در آتش جهاد رو نجات کنه در آتش یعنی بهترین نعمتی که خداوند برای همین وقتی که این چیزهایی که انسان میشنود نسبت به این چیز توجه کند تلاش کند که یعنی به این چیز ما حیات راستین و سعادت و کامیابی راستین رو نمی‌شناختند اگر تمام مریضان از اعراض در برهای شدیم تمام کتاب‌های خونیم یعنی از این در وارد نشویم برای با امور معرفت و شناسایی راستین نمی‌رسد برای همین بزرگترین ما این قدر انسان‌های آگاه و قدر انسان‌هایی که آنهای پر از حکمت و حقیقت می‌رسند برای که همین که اهل ذکر اسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یعنی اهل ذکر را پرسید وقتی یک چیزی نمی‌دانید شما اهل ذکر پرسید یعنی قرآن که ذکر بزرگترین ذکر اهل ذکر اهل معرفت اهل ذکر بزرگ یعنی علمی که ممیزه با ذکر است و علمی که از ذکر جدا شده علم شیطانی میشه یعنی علم را به سود دل خانی شرط علم را به سود دل خانی علم شریعت است علم را به سود دل خانی شرط همون علم است نور یا تاریکی بهره برد برای فساد استفاده میشه و علم یعنی صلوات سوال پیامبر علیه السلام
شما می‌بینید اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی بخون با یاد پروردگارت، با نام پروردگارت، یعنی خواندن با آگاهی یاد شما باید باشد. دیگر چیزهای دیگر وقتی که یاد شما که باید طرف نگهدار میشه، یعنی انسان دیگر خیر و سعادت خوبی رو نمی‌یابد. خودش رو بازار کنه، یعنی خودش گفت من باید همین روز مثلا همین بار صلوات کنم. مثلا اگر چقدر یک صلوات نکنه، سلام وقت کنم که اصلا بسیار صلوات نکنه. و صلاة بار نکنه. چقدر انسان صلوات نکنه، برای باید اونقدر مرتبت و اونقدر فاضلش از برای صدر خیر است. صلوات نکنه، دیگر ذکرهای استغفار میکنه. سبحان الله و الحمدلله و بهترین یعنی دعا لا اله الا الله بهترین لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی همین تکرار میکنه. روایت میکنه از پیامبر علیه السلام درباره یک کسی کم میکنن میگه که هم سلام کرد میگون همیشه تا سحر فقط قل هو الله احد خوان، یعنی توی بعضی انسان‌ها از جهت ناآگاهی میگون که یک قدر کاری درستی نکرد، فقط همین قل هو الله احد تکرار و تکرار یعنی خواندن میگه. پیامبر علیه السلام میگه این سورت قرآن است و باید بسیار کاری بزرگ کرده است، باید بسیار خیر و فیض و نور برای خواهی یافت کرده است و همین تاثیر که نمیدونید تا روز قرآن وعده کنه 100 بار عذاب قرآن وعده کنه، یعنی همون چیزی که میدونی همون ذکر همون چیزی میفهمیده که تکرار و تکرار خوندن گیره و باید برای تو چی قدر که میخونی مثلا فیض است و خیر است و خوبی است و یعنی از این جهت باید که ما تلاش کنیم که خدا غفلت از ما دور کند، دلهای ما بیدار کند. بهترین چیزی که دل انسان که جوهر انسان است، جوهر انسان است، حقیقت انسان است، بهترین چیزی که انسان بیدار میکند، دل انسان بیدار میکند، دل انسان زنده می‌دارد، این یاد خداوند است. و برای ما عرض که علامه اسلام میگن که گر نرنجی این جهان شوره‌زار، گر نرنجی فکر کن، گر نرنجی این جهان شوره‌زار نیست حکمی آرزو و سازگار. در این جهان شوره هیچ کس چیز بیشتر حاصل نمی‌برد، نبیاد دست پاری نماز نمی‌برد، آگاه تا این شوره‌زار را راسته خرج نکنه، همه چیز که در این شوره‌زار نپرداز، یعنی گر نرنجی این جهان شوره‌زار نیست حکمی آرزو و سازگار. درون این دگر نرنجی این جهان شوره‌زار نیست حکمی آرزو را سازگار. که مثلا همیشه میگن که اب غنیمت دار اگر یادی دله اندرون این گیل بی‌حاصله، اندرون این گیل بی‌حاصله پس غنیمت دار اگر یادی دله، یعنی غنیمت دار دل یادی همین دل با یاد خداوند پرستی خداوند ذکر بهترین چیزی که مثلا دل انسان زنده می‌دارد. برای همین تلاش کنیم، همدیگه را آگاه کنیم، بیدار کنیم که واقعیت البته چه نصیحت می‌کنی، همین معلوم می‌کنی، کتاب می‌خونی، همین کارم می‌کنی تا ذکر مدار نشی، تا از غفلت وجود رها نشود، یعنی حقیقت اسلام و دین و حقیقتی درک نمی‌کنی. چون همون درون انسان که غافل باشد، ناآگاه باشد، این معرفه و شک کردن‌های ظاهری یعنی انسان سود نمی‌کند. خداوند دلهای ما را از غفلت خلاص کند، خداوند حدیث کند، بگی خدا پیامبر علیه السلام میگوید و در حدیث قدسی خداوند مختصی انا جلیس من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که من یاد می‌کند. خدا باید موفق کنه که همنشین خدا باشد. این بزرگترین مقام، بزرگترین مرتبه و منزلت انسان است که با خدا باشد، همنشین خدا باشد، همدم خدا باشد. ما موفق کنه که همدم خداوند باشیم. خدا ما پسند و دوست دارد و ما نامشین در باید رضا و خداوندشد موفق کنه از اون که در باید ناپسند از دولت خداوند دارد. اعتماد صراط المستقیم.